فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما که مخفف اسمش فا الثلاث هست، سوالشان این است که آیا زن در حالت عیادت ماهانش میتونه قرآن بخونه و یا خیر؟ از روی مصحف نه، یعنی مصحف قرآن کریم را باز کرده یعنی و خواندن نمیتواند، یعنی به دست گرفته نمیتونه؟ بله به دست گرفته نمیتواند، از این من است. بله. اما چیزی که یاد داشته باشد بله. و از روی چیزی که دورتر بوده باشد، با فاصله های از او قرار داشته باشد که بدون لمس مصحف و آنچه مربوط مصحف قرآن کریم هست، بله. میتواند که قرآن کریم بخوانه و این راجح است، چون مدت طولانی تری دارد و در الحمد و بعضی سوره های قرآن کریم مربوط همین مسئله هستند که یعنی باید در حالات خوانده شوند.